بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پنجمین درس از درس‌های شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه مصنف می‌خواهد برای ما و شما تاریخچه سیاست اسلامی را قبل از اسلام توضیح بده، یا به تعبیر دیگر اوضاع سیاسی قبل از اسلام در جهان خارج از شبه جزیره عرب، هم در شبه جزیره عرب هم در خارج از شبه جزیره عرب، چه اوضاع سیاسی بود، چه وضعیتی وجود داشت و چه سیاستی حاکم بود و در همچنان شرایطی اسلام آمد و سیاست اسلامی چگونه شروع شد. پس در این جلسه ما اوضاع سیاسی قبل از اسلام رو میخوانیم و بعداً باز در جلسات بعدی وضعیت سیاسی در مراحل متعدد اسلام رو میخوانیم، چه در دوره مکی، چه در دوره مدنی، چه در دوره خلفای راشدین و تاریخچه اسلام. انشالله این مباحثی است که میخوانیم تا بیشتر با سیاست اسلامی آشنا بشویم، با تاریخچه او آشنا بشویم. یکی از نکات بسیار مهم در هر علمی شناخت تاریخچه او علم است به نوعی، یا تاریخچه اوضاع مربوطه به او علم است در طول تاریخ. خب به هر صورت اول صفحه کتاب خدمت شما دوستان عزیزان ارائه میکنم و در ابتدا نوشته است در عنوان الاحوال السیاسی قبل الاسلام، اوضاع سیاسی قبل از اسلام. اولا الحیات السیاسی خارج جزیره العرب قبل الاسلام. دو بخش داریم: اوضاع سیاسی در شبه جزیره عرب، اوضاع سیاسی خارج از شبه جزیره عرب. نشیر به ایجاز شدید، خیلی مختصر اینجا توضیح داده، خودش هم میگه نشیر رو ما اشاره میکنیم به ایجاز شدید، خیلی با اختصار، الی اهم نماذج سیاسیه، به مهمترین نمونه های سیاسی، به مهمترین مثال های سیاسی که عالم انسانی شاهد آن بوده قبل از اسلام در خارج شبه جزیره عرب، تا اینکه حقیقت نظام سیاسی اسلامی شناخته بشه و تمیز بشه. یعنی همون مقوله مشهور عربی که تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء به ضد خود شناخته میشوند. پس ما وقتی که اوضاع و احوال سیاسی قبل از اسلام در خارج شبه جزیره عرب و در شبه جزیره عرب آشنا بشیم، بعداً اوضاع سیاسی اسلام رو با اون مقایسه بکنیم، متوجه شناخت این موضوع خواهیم شد. و البته باز شاید بعضی این سوال برایشان پیش بیایه که درست در اون زمان سیاست اسلامی بهترین سیاست بوده، در مقابل همه سیاست ها پیروز بوده، اما امروزه واسه فرق کرده، ما در سیاست خیلی پیشرفت کردیم. اما این مشکل چیه؟ یعنی این به حساب مشکلی که مطرح شده سرچشمه میگیره از عدم شناخت دو قاعده مهم در سیاست اسلامی که در جلسه گذشته هم توضیح دادم. و اون که احکام سیاست اسلامی به دو بخش میشه، یکی ثوابت، یکی متغیرات. عده‌ای از مسائل سیاست اسلامی متغیر است، باز شرایط زمانی و مکانی تغییر میخوره، با شرایط روز خود برابر میکنه. و یک عده ثوابت است که قابل تغییر نیست، به اعتبار ثوابت خود اصل دین پایبند است، به اعتبار متغیرات خود با شرایط روز برابر است که هر دو نعمت رو با هم جمع کرده و برده انسانها رو به طرف حقیقت. و لحاظ اینه که دقت کنین میبینین که این قانون در هیچ سیاستی به این زیبایی و به این شکل وجود ندارد. یکی میگیرن، یکی از دست میدن، او یکی بگیرن، یکی از دست میدن. خب به هر صورت اولین نمونه سیاست در هند قدیم است. در هندوستان، در قدیم هند، خب یک کشور باستانی است، از قدیم الایام بوده، حتی قبل از میلاد، و سیاست هایی هم داشته. سیاست او بر چه اساسی بوده؟ یقوم علی اعتبار القوة الالهیه. هند سرزمین ادیان به نوعی، یعنی دین‌های خیلی مختلف و متعددی وجود داره و از قدیم الایام مفهوم اله را قبول داشتن، الهیت را قبول داشتن، اما به همون اعتقادات خرافی که داشتن، مثلا در دین هندوئیسمی که به حساب چند قرن قبل از میلاد بوده، قبل از میلاد عیسی علیه السلام، بازم می‌بینیم که چیزی به نام اله اعتقاد داشتن، اما به همون سبک خرافی خودشون. به هر صورت قوت الهیه را مصدری می‌دانستند برای تمام قواعد و نظام‌های اجتماعی و سیاسی خود و ترتکزوا علی قوانین مانو، قوانینی داشتن به نام قوانین مانو و ادعا می‌کردند که اینا از جانب الله هست و بر همون اساس کار می‌کردند. و هی تبنی سلطه الملوک، و همین قوانین مانو بود که قدرت و سلطه پادشاهان را بنا می‌کرد بر اساس دینی، به اعتباری که
مستمد و گرفته شده است از سلطه اله اکبر. میگفتن این قوانین گرفته شده از معبود بزرگ است. مشرک بودن، خداهای متعدد داشتن، اله اکبر یا همون برهمایی ها یا همون براهما یا برهما، و میگفتن که این سلطه مطلق را برای سلاطین و پادشاهان او داده. یعنی به نوعی پادشاه ها خود برای مردم خدایی درست کرده بودن به ادعایی که ما از جانب خدا تعیین شده. و البته ایره بعضی میخوان به اسلام هم بچسبانند که در اسلام هم همچنین است، در حالی که غلط است. در اسلام پادشاه که است یا امیر مسلمین، رئیس دولت اسلامی، اصلا چنین چیزی نیست که او از جانب الله تعیین شده، بلکه به اساس شورای مردم و ملت تعیین شده و امرهم شورا بینهم. این اعتقاد مسلمین است. اهل سنت و جماعت عموما مسئله خلافت مسلمین و امیرالمومنین و رهبری مردم را یک موضوع سیاسی و موضوع اجتماعی و یک موضوع به اصطلاح شورایی میدانند که از طرف بشر تعیین میشه، نه اینکه از طرف الله. و قانونی هم که تطبیق میشه او قانون الله است، او هم به حاکم ربطی نداره، بلکه علمایی که او رو میشناسن او رو معرفی میکنن که حتی خود عالم دخیل در اون نیست که بتونه بیای در اونجا چیزی از او تخلف بکند. عالم هم موظف است که از او پیروی بکند. این رو باید بیاد داشته باشیم، چون خیلی امروزه میخوان این سوء استفاده بکنن که بله سیاست اسلامی به مثل سیاست قرون وسطای اروپاست که کشیش هر کار میخواست میکنه. بله در اون زمان در اروپا کشیش از پیش خود دین تغییر میداد، کتاب تحریف کرده بود و فتواهای غلط و درستی هر چی میداد، حتی مردم اجازه نداشتن که کتاب رو بخونن. کتاب ترجمه نشده بود تا اینکه اولین بار در قرن 16 در واقع کتاب انجیل به اصطلاح یا همون کتاب مقدس تحریف شده ترجمه کردن. خب به هر صورت به وسیله رهبر چیا به اصطلاح پروتستانت ها ترجمه شد. خب و تقسم و این در هندوستان این سیاستی که بود سیاست سلطه مطلقه داشت، یعنی حاکم هر چه دلش میخواست میکرد، سلطه مطلق، در حالی که در اسلام اصلا چنین نیست. چون اینو میخوانیم بر اساس مقایسه. در اسلام سلطه مطلق برای حاکم نیست، سلطه مقید است. باید کار او خلاف شریعت نباشد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از الله و از رسول و از اولی الامر خود اطاعت کنید. اما فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اگر در چیزی با هم اختلاف و نظر پیدا کردید اینجا به الله و رسول برگردانید. اولی الامر هم باید به الله و رسول برگرده، حرف او باید مطابق او باشد. پس لحاظا در قانون هند قدیم سلطه مطلقه بوده، اما در اسلام سلطه چی است؟ سلطه مقیده هست. یکی از خواص سیاست اسلامی است. و تقسم المجتمع الى طبقات، تقسم المجتمع الى طبقات، و طبقات را این سلطه به مردم را، جامعه را به چند طبقه تقسیم میکرد. طبق قانونی که داشتن میگفتن به اساس دینی، یعنی میگفتن که بعد این مردم چند طبقه هستند، اینها طبقه اعلی هستند، اینها طبقه متوسط هستند، اینها ادنای هستند، اینها این کارا رو میتونن انجام بدن، اینها طبقه پست جامعه هستند، اینها طبقه اعلای جامعه. و این یکی از مهمترین مباحث در سیاست اسلامی است که در اسلام اصلا چیزی به نام طبقات وجود ندارد و هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری ندارد الا بالتقوا، و او تقوا هم که برتری دارد در نزد الله. در احکام دنیوی، در نظام همه با هم مساوی هستند، از اول الامر گرفته تا پایین در مقابل قانون همه با هم چی هستند؟ مساوی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زن و مرد و خورد و کلان و سیاه و سفید و سرخ، هیچی. این چیزی است که حتی تا به امروز جهان نتوانسته به مثل اسلام این چیز داشته باشه. شما امروز حتی در آمریکا و اروپا مسئله نژاد پرستی رو می‌بینید. مسئله نژاد پرستی، سرخ و سفید و سیاه و اینا هنوز مطرح است. اما در چی که است این مطلب باز ما نداریم در اسلام. و جامعه تقسیم کنه به چند طبقه، این صلاحیت تحصیل دارد، او صلاحیت تحصیل، این حرفا نیست. هر کس میتونه که درس بخونه، هر کس میتونه کار سیاسی بکنه و هر کس صلاحیت رو دست بیاره بر اساس صلاحیت. و علی هذا التقسیم، به هر حال در قانون چی که هست هند قدیم، سیاست هند قدیم، این بر اساس همین تقسیم یتفاوت الافراد، افراد متفاوت میشدن در حقوق خود، در آزادی‌های سیاسی و مدنی خود. عده افراد صلاحیت‌های بالا داشتن، عده متاسفانه نداشتن. خب این مقایسه سیاست اسلامی با سیاست هند قدیم. می‌بینیم نمونه حتی امروزه هم در هندوستان شما
خیلی مشکلات ها و تعصبات شما مشاهده میکنید، چنین نیست که امروز از بین رفته. خیلی یک مشکل بزرگ این است که امروز رسانه های خبری در دست دشمنان است و همون چیزی بیشتر پخش میکنن که به نفعشان است و نکات زیبایی که در اسلام هست این کوشش میکنن روی آن را بپوشن و حتی بعضی اوقات او را عیب جلوه بدن. این یکی از جمله مشکلات اصل ماست متاسفانه که مسلمان ها باید بیدار بشوند و بخش های خبری تا میتوانند به دست بگیرن، در بخش رسانه کوشش کنند به دست بیارن تا بتوانند در این جریان مقابله درستی داشته باشند و حقیقت را به مردم بفهمانند. دوم، نمونه چین قدیم. چین بازم کشوری باستانی و از قبل از میلاد بوده و اونجا هم که هست دین‌های متعددی وجود داشته و سیاستی هم وجود داشته. و حالا سیاست چین قدیم بر چه اساسی بوده؟ یقوم هذا النموذج على اساس ان الامپراتور. ببینید حتی چیا که هست امروزه هم خودشان هم این موضوعات یعنی انکار ندارن، یعنی قبول دارن که تاریخچه‌شان همین چیز بوده. و حتی در ژاپن که همین حال هم نظام چیست به نوعی همون سلطنت و امپراتور و همون قداست ها و بزرگان خود دادن و همچین چیزهایی دارن. خب قائم است این نمونه بر اساس این که امپراتور یستمد سلطته من السماء. امپراتور سلطه خود را از آسمان میگیرد، تقریبا شبیه همون چیزی که در هندوستان است بوده، یعنی در قدیم الایام، یعنی پادشاه سلطه و قدرت خود را از آسمان میگیره، از جانب الله است. فهو يحكم وفقا للحق الالهی، او حکم میکند بر اساس حق الهی الذي يخبره سلطه مطلقا، که اون حق الهی برای این پادشاه و امپراتور سلطه مطلقه داده. اینها هم دقیقاً قائل به سلطه مطلقه بودن که باید سلطه مطلق باشه. و این که بعضی افراد امروزه میان میگن که معاذ الله استغفر الله پیامبر اسلام دنبال سلطه جویی بوده، چنین بوده. برادر اگه دنبال سلطه جویی می بود خب چرا سلطه مطلق برای سیاست خود نداد؟ برای سیاست خود سلطه مطلق نداد، بلکه اون بر اساس شورا و مشورت گذاشت و این باید کمی روی فکر بکنیم، انصاف داشته باشیم. او هم در همچین شرایط سیاسی که در کل جهان همچنین بدبختی حاکم بوده. فالملك فی نظرهم ابن السماء، پادشاه در نظر اینها بچه آسمان است. بچه آسمان یعنی که از جانب الله دیگه تعیین شده است. اصلا همین عقیده بچه بودن عیسی علیه السلام هم بین نصرانی ها از طریق همین مردم آمد، البته از طریق رومانی ها آمد، بعدا میخوانیم ان شاء الله. ولكن ظهرت فيما بعد نظریات و اتجاهات سیاسیه. البته در گذشته همچنین بوده به اصطلاح سیاست چین، اما بعدا باز اتجاهات و دیدگاه‌هایی به وجود آمد که برای اصلاح دربار و اینا کوشش میکرد. یعنی دربار سلطه مطلق داشت، ظالم بود. خب طبعا وقتی پادشاه و امپراتور سلطه مطلق داشته باشه، هر کسی میخوای بکش، هر کسی میخوای بزن، خون مردم ارزشی ندارد، اهمیتی ندارد، خب طبعا دیگه هر کار میشه دیگه. در حالی که در اسلام هرگز چنین نیست که حاکم هر کسی دلی میخواد بزنه بکشه. اصلا چنین چیزی نیست. قانون است، قانون حکم میکنه و حاکم هم اینجا تحت قانون باید باشه. و اگر تخلف از او میکنه، حاکم هم حاکم اسلامی نیست، حاکمی است که یعنی متخلف است از قوانین اسلامی. ولكن ظهرت فيما بعد نظریات و اتجاهات سیاسی، اما بعدها یک دیدگاه‌های سیاسی حقیقی به وجود آمد به دست فیلسوف چینی مشهور کنفوسیوس. به زبان عربی کنفوشیوس میگن، کنفوشیوس، و به زبان فارسی کنفوسیوس مشهور است. ببینید کنفوسیوس تقریبا 10 قرن قبل از میلاد بوده، 5 قرن ببخشید معذرت، 5 قرن قبل از میلاد زندگی میکرده، یعنی در حقیقت 2500 سال قبل از زمان ما و شما این زندگی میکرده در چین. و بعضی به نام پیامبر چین یاد میکنن که این پیامبر بوده، یک فردی بوده اصلاحگر اجتماعی سیاسی به نوعی میتونیم بگیم، در بحث سیاست، در بحث مسائل اجتماعی اصلاحگری هایی کرده. و این آدم که از فلسفه او، اما درستری است که اصلا بعضی میخوان اون راه و روش او رو به نام دین معرفی کنن و به نام به اصطلاحی که پیامبری بوده و امثال او، در حالی که اینا هیچ کدام ثابت نیست، بلکه اون چیزی که از تاریخچه زندگی شخصیت برمیایه یکی آدم فیلسوف بوده، یا آدم صاحب دین نبوده. یعنی چنین نبوده که از الهی صحبت بکنه و از دینی صحبت بکنه و وحی صحبت بکنه و این چنین مسائلی، اصلا چنین چیزی نبوده، بلکه یه آدم چی بوده؟ فیلسوف بوده، اصلاحگر بوده، بر اساس مو فلسفه و فهم و درکی که داشته چی میکرده، به اصطلاح یک اصلاحگری هایی کرده.
اما صاحب دینی نبوده، بعد دین و اعتقادی نبوده، بلکه فیلسوف بوده، مثل افلاطون، مثل سقراط، مثل ارسطو، مثل دیگران فیلسوف چینی. و این آدم که هست فلسفه او مبتنی بر این بوده که به آینده فکر نکنین، به گذشته برگردین به گذشته که چگونه صفا بوده، صمیمیت بوده، پاکی ها بوده، خوبی ها بوده. بیشتر به این چیزا تشویق میکرده و در باب سیاست هم اصلاحگری هایی کرده و خودش هم در کارهای سیاسی کار میکرده، در دولت کار میکرده، دولت مردی بوده به اصطلاح. و به هر صورت دیدگاه‌های او خیلی تاثیر گذاشته و همچنین مانسیوس که بعد از او بوده. اینها خلاصه همین مفکوره و همین افکار رو داشتن و کار کردن و افکار اونها تقریبا تا 2000 سال بالای چین تاثیرگذار بوده. کنفوسیوس تا 2000 سال بالای مردم چین تاثیرگذار بود و خیلی توانست که دیدگاه و افکار او مردم چین را در صلحی قرار بدهد، به نوعی تاثیرگذار باشه که خیلی در جنگ‌ها اینا داخل نشند و امثال او. اما بعدها که مفکوره کمونیستی در چین آمد، دیگه کم کم کنفوسیوس رفت با حاشیه رفت و مفکوره کمونیستی که تا امروز هم هست و تندروی‌های دیگری هم که شروع شد بر اساس مفکوره کمونیستی بود. خب به هر صورت تا امروز هم کنفوسیوس طرفدارهایی در دنیا داره، در چین هم داره همچنین. اما به هر حال این یک اندازه سیاست چین روی کار کرده بود، یک اصلاحاتی آورده. کان له الاثر الکبیر، خیلی تاثیر بزرگی داشته در توجهات حاضر نموذج که تغییراتی بیاره در این نمونه سیاست. خب به هر حال سیاست چینی هم شما دیدین، چین قدیم بازم بر اساس سلطه مطلقه بود که با اسلام مقایسه بکنین در اسلام سلطه مقید هست. سوم، النموذج یونانی، نمونه یونانی. در یونان که مراجعه میکنیم بازم کشوری باستانی و در طول تاریخ مشهور بوده و سیاستی داشته و تمثل النظام السیاسی عندهم فی المدینه الفاضله. در بین یونانی ها اصطلاح مدینه فاضله دیگه خیلی زیاد است. امروز هم شما فیلسوفای غربی و یا فیلسوفای شرقی که چی هستن، متأثر از فیلسوفای غربی هستن یا در فلسفه کار میکنن، کلمه مدینه فاضله رو ببینید زیاد استفاده میکنن. بر اساس اون مفکوره یونانی است، اصل از اونجاست. و در نظام سیاسیشان متمثل میشه کل سیاستشان در مدینه فاضله، در شهری بسیار زیبا و خوب. فی الفتره، در مدت زمان بین قرن 5 تا 7 قبل از میلاد، 7 تا 5 قبل از میلاد، در این مدت یعنی 2 قرن قبل از میلاد، تقریبا 2700 سال پیش، یعنی حتی قبل از کنفوسیوس، چون 7 سال قبل از میلاد که بوده، 7 قرن، خب تقریبا 2 قرن قبل از کنفوسیوس میشه. خب اینا به هر صورت بحث چی داشتن؟ مدینه فاضله داشتن و افکار. اما اینا یک مشکلی بود در سیاست، در مفکوره سیاسی یونانی ها که خیلی خیالگرا بودن، در چی نبود، عملگرا نبودن، تفکر زده بودن به نوعی، یعنی اکثر بر اساس فکر کار میکردن، عملگرایی نداشتن. مثلا نشسته بودن بر اساس تخیلات، میگفتن بله چنین شهری باشد، چنین باشد، چنان باشد، و خیلی از اموری که بیان میکردن در صحنه عمل ممکن نبود که عمل باشه. یک چیز تخیلی، مدینه فاضله یک شهر آرمانی خیالی بود در واقع. و طغى فيها الفکر المثالی والمجرد، فکر مجرد علی حساب الحرکه، میگه طغیان کرده بود بر اینها فکر آرمانی مجرد از عمل و از حرکت و از تلاش و اینها. ففشل فی ایجاد دولت تعبر عن حقیقت الاصل و آمال الشعب، لذا همیشه ناکام بود در اینکه دولتی به وجود بیاورد که حقیقت زمان را بیان بکنه یا آرزوهای ملت را برآورده کند. یک چیز تخیلی بوده. خب اینجا خیلی مختصر توضیح داده، اینا هر کدام نیاز داره که خیلی بیشتر بررسی بشه و کتاب‌های دیگر هم در این راستا نوشته شده است. خب در اینجا مختصر توضیح داده، خودش هم قبلا گفت. چهارم، النموذج رومانی. نموذج رومانی یا رومی ها یا ایتالیا که بعداً باز ترکیه و اینها به دستشان بود، روم شرقی بود و روم غربی. رومانی ها در طول تاریخ اینا کشوری باستانی است، ایتالیا و روم قدیم و جدید، روم شرقی و غربی هر دو تا. خب به هر صورت اینا چی بودن؟ در طول تاریخ سیاستی داشتن، حکمی داشتن، اما حکم اینها بر اساس طغیان بود، سلطه بود و سلطه خود را بازم از جانب الله میدانستند، خدایی میدانستند و خلاصه میگفتن خدا بچه‌ای دارد، فرزندی دارد و بعداً باز پادشاه که است این مقام خدایی دارد، بچه خدا هست در واقع. همچنین یک افکاری خلاصه داشتن. حتی نصرانی ها که دینشان تغییر خورد، قسطنطین پادشاه رومانی که ادعا کرد که نصرانی شده به دین
نصرانیت آمده، در واقع نصرانیت رو به دین رومانی بود و در او همین مفکوره بچه خدا و سلطه و اینها را بود و از این طریق سلطه خود بالای ملت خود قوی کرد و مسلط کرد. یعنی بزرگترین منافقی بوده در تاریخ، یکی از بزرگترین منافقینی که نصرانیت رو به بدبختی کشید. کان طغیان الحرکت مسیطرا علی الممارسه السیاسیه. میگه طغیان حرکت رومانی، حرکت تلاش و کوشششان سلطه داشت بر انجام کارهای سیاسی. ولی حرکت تعنی القوه، حرکت یعنی قوت. طغیان قدرت و تلاش و حرکت اینها غلبه داشت بر کارهای سیاسی، یعنی در امور سیاسیشان اینا طغیان داشتن، سرکشی داشتن و نشر نفوذ. همیشه فکرشان این بود که نفوذشان بیشتر بشه، سلطهشان بیشتر بشه و بیشتر سیطره و غلبه پیدا بکنن بر مجتمعات دیگر. و یک نکته اینجا دقت کنید، نتیجه همچنین سیاست هایی بوده در گذشته که ماکیاولی میاد کتاب خود نوشته میکنه و در کتاب خود میگه که هدف اصلی از سیاست قدرت است. همچنین چیزایی دیده، سلطه های مطلقی که در طول تاریخ خوانده، از روی تاریخ دیده، گفته هدف همین است دیگه. و لحاظا هدف وقتی خوب است، وسیله هر چی میخواهد باشد، خلاصه قدرت به دست بیاد. خب و حتی این تنصرت دولت رومانی، حتی زمانی که دولت رومانی نصرانی شد به دست امپراتور قسطنطین، فإن التشریعات و المؤسسات لم تتغیر، اما قانونها و مؤسسه ها تغییر نخورد، اسم تغییر خورد. رومانی شد بت پرست بودن، تبدیل شد اسمش شد نصرانی، پس همون بوته، فقط به جای او مجسمه قبلی مجسمه عیسی علیه السلام. قوانین همون قوانین، کارها همون کارها، سیاست همون سیاست، کل کارهای خود میکنه، اسم تغییر دادن. چون دیانت نصرانی مشتمل بر یک نظام سیاسی نبود. ببینید عیسی علیه السلام فرصت پیدا نکرد که به اصطلاح نظام سیاسی درست بکنه. مثل چی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله دوره مکی داشتن، دوره مدنی. در دوره مکی خیلی نظام سیاسی تنظیم نشد، فرصتی نبود. در مدینه بود که نظام سیاسی شکل گرفت و منظم شد و پیش رفت. و لحاظا عیسی علیه السلام اگر مثلا فرض کنیم پیامبر صلی الله علیه و آله در همون دوره مکی میموندن، دوره مدنی نمیشد، اسلام هم به همون شکل میشد، مثل نصرانیت میشد. خیلی زود میتونست دستخوش تغییرات و تحولات و اینها بشه، چون سیاستی تنظیم نکرده بود برای خود که دفاع بکند از دین و از نظام. و همون گفته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که دین به دو چیز قائم است: به کتابی که هدایت کند و به شمشیری که از آن دفاع کند. لا یقوم امر الدین الا بکتاب یهدی و سیف ینصر. کتابی که راهنمایی کند و شمشیری که نصرت بدهد یاری کند. این هر دو لازم است، باید در کنار هم باشد. و اینجا عبارتی هم از خود کتاب مقدس اینها آورده که والله اعلم که عیسی علیه السلام اینو گفته یا نگفته، والله اعلم، طبق آنچه که در کتاب مقدس آمده و این کتاب معلوم نیست که درست است یا نه. گفته جز این نیست که من فرستاده شدم برای هدایت گوسفندان بنی اسرائیل گمراه، طبق آنچه که در این کتاب آمده. و لحاظا یعنی سیاستی تشکیل نشده، ترتیب نشده، میخواد از این عبارت استناد بکنه. ولذا فقط دخلت الدوله سلسله هروب الله نهایت لها. به همین علت چی که از دولت نصرانی باز به خیلی جنگ ها داخل شد دیگه، چون اصلا خب سیاست نصرانی نبود، سیاست رومانی بود. جنگ های خیلی زیادی کردن، مثل که در گذشته هم داشتن. و کرست نموذج الدوله المستبده، و تمرکز کرد به عنوان یا نمودار شد به عنوان یک دولت مستبد مسیطر تا اینکه سقوط کرد، تا اینکه دولتشان سقوط کرد. کی سقوط کرد؟ دولت کلیسا بود دیگه، در واقع دولت کلیسا که در قرن 17 بعد از انقلاب کبیر فرانسه و جریان ها دیگه کم کم سلطه ها و قدرت های خود از دست داد و از بین رفت همچنین دولتی و دولت دموکراسی باز بعداً آمد. خب به هر صورت حالا اینجا این شد دولت رومانی. در دولت رومانی هم پس همون استبداد بود، همون زورگویی بود و همون اعتقادات شرکی و خرافی. میریم به نمونه دیگر، نموذج الفارسی. نمونه فارسیان در فارس یک کشور باستانی و در تاریخ که است، یعنی سیاستی داشته، امپراتور بوده، قدرتمند بوده در جهان، امپراتورها و سلاطین بزرگی داشته و نظام سیاسی هم داشته. و نظام سیاسی او بر اساس اختفای حقوق محکوم بوده، یعنی حاکم داریم محکوم، یعنی یا به تعبیر دیگر رئیس دولت و رعیت. و در نظام سیاسی اسلام
ما قبلا خواندیم که دو چیز یکی از ویژگی های نظام سیاست اسلامی است که باید حق حاکم و محکوم هر دو چی باشد؟ مراعات بشه. در مراعات شده یعنی باید عملی بشه، هم توجه به حق حاکم هم توجه به حق رعیت. اما در نظام فارسی حق محکوم کاملا یا رعیت کاملا چی شده بود؟ از نادیده گرفته شده بود. فقط توجه به طرف حاکم و رئیس دولت بود. رئیس دولت به عنوان شخصیتی بزرگ که نمیشه بالای حرف او دیگه حرف زد. نظام سیاسی بر اساس اختفای حقوق محکوم یعنی رعیت بود. فالحاکم اله سیاسی، حاکم الهی. ببین اینا همه یعنی حاکم خدای درست کرده بودن، اما در اسلام چنین نیست. امروز خیلی از سکولارها، خیلی از افراد دیگه میخوان به نظام سیاست اسلامی این برچسب بزنن که بله این هم حاکم خود خدای درست میکنن، در حالی که چنین نیست اصلا. اگر یک فردی از پیش خود آمده یک اشتباهی کرده و بحث جدایی است، اما در اسلام قانونی نیست. قانون بر اساس شورا هست و میشه روی حرف حاکم حرف زد، میشه حرف او را نقد کرد، میشه قبول نکرد حرف او را. در صورتی که خلاف شریعت باشد قبول نمیشه حرف او، رد میشه، حتی اطاعت از او واجب نیست، مخالفت با او واجب میشه. لا طاعت فی معصیت الخالق، در معصیت خالق طاعت هیچ کس نمیشه. روایت صحیح داریم در این مورد. و المحکوم لا وجود له، حاکم بوده اله سیاسی، محکوم رعیت بیچاره که اصلا هیچی نبوده. امروز خیلی ها میبینی که خصوصا در ایران دم از پادشاهی های قدیم ایران میزنن، سلاطین قدیم ایران، این خیلی سر و صدا بالا میکنن، اما مشکل این است که تاریخ خیلی به دقت نگاه نمیکنن. فقط بعضی جاها میبینن، بعضی جاهای دیگر نمیبینن. فقط بر اساس یک عده عقده هایی که با اسلام و مسلمین دارن، به نوعی که چرا اسلام و مسلمین آمدن به حکومت ما را از بین بردن او حکومت، در حالی که او حکومت در واقع اون مردم او را رها کردن. و اگر کشوری به این بزرگی یک قدر افراد اگر واقعا حکومت خوبی بود، مردم راضی بودن، چرا مردم به پایش نایستادن؟ چرا حتی حاکم خود کشتن؟ کمی عقل داریم، کمی باید فکر کنیم. یزدگرد چیکار کردن؟ یزدگرد مسلمان ها نکشتن، یک آسیابانی از خودشان زد او رو کش به خاطر پولهایش. یعنی جا نداشت، بیچاره فرار کرد. اگر واقعا او رو دوست می داشتن، حاکم خود رو دوست می داشتن، به این بدبختی و به این فلاکت می افتاد. خب ظالم بودن اینا، قانونهای ظالمانه‌ای داشتن، مردم از دست اینا اذیت بود. به دروغ نبود که مردم به زودی رو به اسلام آوردن و تا نگاه کردی فارس یکی از مراکز بزرگ جهان اسلام شد. پس واقعا تحت تاثیر فکر اسلامی قرار گرفته بود و از ظلم و استبداد فارس قدیم بیزار شده بود. با انصاف که به این جریان ها نگاه بکنیم متوجه میشیم، نه اینکه گزینشی بیایم بعضی چیزا رو گزینش کنیم از تاریخ، بعد دروغ و راست و هر چی که بود خدا تهمت بود، هر چی بود به روش خود برداشت کردیم، هر کار کردیم و یک چیز بیایم ارائه بدیم. این یعنی شاید خود ما ظاهرا قانع کنه وگرنه قلبا خود ما هم قانع نمیکنه، میدونیم که ما فریب بازی میکنیم. لذا انتهای الى عدم الالتزام بالاخلاق. به همین علت به جای رسیده بود که التزام به اخلاق دیگه نبود در فارس قدیم. و الفشل فی صنع دولت مسیطره، نتوانسته بود دولتی بسازه که مسیطر بر کل ملت باشد. چون وقتی که قانون و نظامی نبود، رابطه درستی با ملت نبود، رابطه زور است، زور بود، دولت رعیت اطاعت میکنه، نبود بیزار متنفر. و یدل علی ذلک ما قاله ربیع ابن عامر. ربیع ابن عامر گفته است زمانی که رفته پیش رستم قماندان جنگ قادسیه از طرف فارس، بعدا وقتی با اونا گفتگو کرده گفته ابتعثنا، ما آمده ایم، ما فرستاده شده ایم تا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت الله، تا اینکه ما مردم از بندگی بندگان به بندگی الله ببریم. یعنی اونجا بندگی بندگان بوده، چیز مشهور بوده که مردم فارس بنده همو پادشاه و سلطان بودن و مثل بنده برای او کار میکردن و او هم مثل بنده با اونا رفتار میکرده. و من ضیق الدنیا الی سعتها، از این تنگی های دنیا میخوایم به فراخنای دنیا ببریم اونا، از این بدبختی. و همچنین هم شد، مردم پذیرفتن و همین علت بود که مسلمان شدن و دیدن واقعا عدالت اسلام. خب به هر صورت این هم نمونه از سیاست ایران فارس بود. ایران نباید اینو بگیم، چون ایران امروز یک بخش خاصی است. فارس یک منطقه بسیار وسیع‌تر و بزرگتر بوده. ششم، النموذج الکاتولیکی خلال الاصول الوسطی،
نمونه کاتولیکی در خلال اصول وسطا. ببینید بعد از اینکه سلطان قسطنطین ادعای نصرانی شدن کرد و نصرانیت آمد دیگه، از او به بعد دوره قرون وسطای اروپا شروع شد. قرون وسطای اروپا به این شکل بود که دو قدرت دو سلطه بود که اینا رو من در درس‌های چی هم توضیح دادم در کانال عقیده در تلگرام به شکل صوتی، درس‌های شناخت ادیان، در اونجا مفصل دین نصرانیت رو معرفی کردیم و این موضوعات هم توضیح دادیم و همچنین در چی خیلی مفصل توضیح دادیم در شناخت سکولاریسم، در درس‌های بازم در کانال عقیده هست در 19 جلسه که کاملا نشده، در اونجا خیلی مفصل‌تر و مشرح‌تر تاریخ قرون وسطای سیاه اروپا توضیح دادیم و او به این شکل بوده که دو سلطه و دو قدرت بوده، یکی قدرت پادشاه و ملک و سلطان، یکی قدرت کلیسا. اینها با هم توافق کرده بودند و نظام اقطاعی را به وجود آورده بودند. نظام اقطاعی یعنی که زمین ها کلا ملک یک عده افراد خاص بود و این افراد خاص بقیه مردم روی زمین ها اینا کار میکردن، کارمند بودن، مثل برده و غلام اینها بودن و از خود حقی نداشتن، حتی میکشتن، میزدن و هر کاری میخواستن با اونا میکردن و اونا اجازه تحصیل نداشتن، اجازه خیلی از حقوق نداشتن و اگر مثلا تحصیل میکردن برایشون جرم حساب میشد. خب به هر صورت یک قانون بسیار ظالمانه در دوره وسطای سیاه اروپا وجود داشت که بر اساس مفکوره کلیسا به همراه سلطان بود. خب این دو قدرت با هم توافق کرده بود. یک نمونه بسیار ظالمانه تا اینکه بالاخره دیگه 200-300 سال پیش در مقابل او اروپا کلا ایستاد و از البته خیلی از جلوتر شروع کردن. اولین مرحله که گروه پروتستانت ها در مقابلشان چی شدن، حرکت کردن و در قرن 16 مقابله کردن و خلاصه در جریان انقلاب کبیر فرانسه دیگه در مقابلش کاملا ایستادند و بعدا دموکراسی آمد. و هو نموذج معقد. میگه ببینید نمونه کاتولیکی، یک نمونه کاتولیکی میگه چون سه بخش داره دین اونها. یکی کاتولیک است که متعصب ترین افراد یعنی کاتولیک هستند در نصرانیت و ارتدوکس هستند و پروتستانت هستند. پروتستانت ها چی هستند؟ به اصطلاح اینها یک اندازه به عنوان اصلاحگر هستند، در واقع یک اصلاحاتی به وجود آوردن تا حدودی یک اصلاحات را آوردن و خیلی خرافات نقد کردن و رد کردن و البته همون هم خیلی از علما به این نظر هستند که از تأثیر اسلام بوده و از تأثیر ارتباطاتی که با مسلمان ها داشتن و چیزهایی که از مسلمان ها دیدن سبب شد که اینا متوجه بشن و چیزهایی هم که کی انکار کرده، به اصطلاح پروتستانت انکار کرده، عموما شما میبینید چیزهایی که اسلام هم اونا رد میکنه، اسلام هم اونا نقد میکنه و چالش میکشه. خب این نمونه و این نظام کاتولیکی در خلال اصول وسطا نمونه بسیار پیچیده بسته است به اساس طبیعت خود. اصلا خیلی معلوم نبوده چی نظام اینا درست کردن در ارتباطات مدنی خود. یک قانونی درست کرده بودن خلاصه که مردم هم خیلی نمیفهمیدن و عدم وضوح خصاصیت حرکیه. میگه اصلا خصائص قدرت و حرکت و تلاش او اصلا نمیفهمیدن اینا چیکار میکنن و این قدرت چگونه است. فریبی درست کرده بودن و اختلاطی به نمازش اخرى از خیلی چیزای از خیلی از سیاست‌های دیگه اموری گرفته بودن، مخلوط کرده بودن. گفتیم اصلی هم رومانی بوده، اینا با هم درست کردن. و سمت البارزه یعنی علامه بسیار بارز او تعصب دینی مطلق. یکی از خصوصیات او بود که تعصب دینی بسیار شدیدی به وجود آمده بود، به اندازه‌ای که یعنی خلاف حرف خود را اگر میشنیدن خلاص بود دیگه. در حالی که در عین همون زمان در کشورهای اسلامی می‌بینید نصرانی هم راحت زندگی میکنه، یهودی هم زندگی میکنه و قوانین علما نوشته کردن به عنوان احکام اهل ذمه و اینا اهل ذمه هستن، اهل عهد و پیمان هستن، با ما زندگی میکنن و حق دارن و حقوقشون باید احترام گذاشت. این در اون زمان بود، در حالی که اونها خلاف دین خود حتی تحمل شنیدن نداشتن و رفض کل تصور مخالف، هر تصور مخالف رد میکردن و اگر کسی در بینشون حرف میزد فی‌الفور حکم ارتداد او صادر میشد. به این خاطر افراد پروتستانت ها چی شدن؟ متهم شدن به ارتداد و خیلی هاشون کشته شدن. و طرد من الکنیسه و از کلیسا طرد میشدن. لکل من لا ترضوا عنه، هر کس راضی نبود، نه که او بیای اصل دین زیر سوال ببره. نفر فقط میآمد میگفت همین دلیلی در دین ندارد. مثل که ما در بین مسلمانان خیلی
حرکت های اصلاحی داریم، میگه که بعد این مسئله در دین اصلی نداره، این بدعت است در دین. ما زیاد داریم، علما هم میگن و توضیح هم میدن، اما در بین اونها کسی این حرف میزد میگفتن این مرتد شده. اما در اسلام چنین نیست. نفر میگه که این دلیل ندارد. در اون زمان یعنی کاری که پروتستانت ها کردن، آمدن کتاب مقدس ترجمه کردن، گفتن بر اساس کتاب مقدس کار کنیم. همین هم برایشان سنگین تمام شده بود. خب و سمت ثانیه و علامه دوم این هاست. علامه اول که تعصب دینی بود، علامه دومشون الاستفساس لکافة المخالفین. خیلی انگیزه دار بودن نسبت به مخالفین خود. نسبت به مخالف خیلی مردم تحریک میکردن، انگیزه میدادن که این مخالف است، بزنین، بکشین، ببندین، چنین و چنان. و من مفرزات التعصب، و از به اصطلاح چیزهایی که سبب میشد که تعصب و استفساس به اصطلاح به وجود بیایه، از اسباب او یا از نتایج او، ببخشید، از نتایج او الحروب الصلیبیه. نتیجه اونها چی شد؟ جنگ‌های صلیبی. شما جنگ‌های صلیبی رو ببینید که، و حتی جنگ‌های صلیبی که چند جنگ شد که با مسلمان‌ها بارها جنگیدن و این جنگ‌ها مسلمان‌ها به طرف اونها حمله نکردن. 8 جنگ در طول 4 قرن صلیبی‌ها حمله کردن به مصر و به شام. به مصر و به شام حمله کردن و در عموم هم شکست خوردن. بالاخره فرش خود جمع کردن و فهمیدن که نتیجه‌ای ندارن. و ظلم‌هایی که کردن، زمانی که بیت المقدس گرفتن تا بجورک پا در جاده‌ها خون بوده، از بس افراد کشتن. بعضی تا 70,000 نفر گفتن که اینا کشتن در اونجا و جنایت‌هایی را انجام دادن. یعنی خودشان هم خجالت میکشن از همچین کارهایی. و فی داخل المجتمع تمثل بسوء العلاقه بین الکنیسه و النظم الاقطاعیه. و در داخل جامعهشان این به حساب تعصبات و این تحریکات انگیزشی که داشتن سبب شده بود که علاقه بسیار بدی بین کلیسا و نظام‌های اقطاعی هم به وجود بیاید. این تعصبات سبب شده که این کارها به وجود بیاد. خلاصه درگیری‌هایی داشتن، حتی با پادشاه و با سلطان اینا درگیری‌هایی بود. و من ردود الفعل لحاظ النموذج جاءت الدوله القومیه. این سبب شد که بعداً دولت قومی بیاید. بعداً دولت قومی هم دولت دموکراسی بود که بر اساس قوم و ملت و مردم جمع شدند و ساختن. الدوله القومیه، هفتمین دولت قومی است. و سمت البارزه هی سیادت الفرد. در دولت قومی سیادت فرد است. فرد یعنی مردم، افراد جامعه. یعنی جامعه دیگه میان نظر میدن، خودشان برای خود همه چیز تعیین میکنن. پادشاه و سلطان هیچ خیلی قدر و ارزشی دیگه نداره. همه کار فرد و جامعه است. همون پارلمان به اصطلاح کار میکنه. تمام قدرت دست اوست. و جعل حقوق المواطن تحتل المرکز الاول. هموطن یعنی کسی که شهروند که به اصطلاح مرکز اول حق و اخیر حق گرفته برای وجود سیاسی. کل سیاست به دست شهروندا است. و انه لا وسیط بین المواطن و الدوله. بین دولت و بین مواطن واسطه‌ای وجود ندارد، مستقیم با هم در ارتباطند. البته بگیم اینا خوبیایی داشتن، مثلا این خوبیه، اینکه واسطه بین رعیت و بین دولت نباشد، مستقیم بتوانند به حق خود برسند. این خیلی خوبه، این صفت نیکیست. و این دقت کنین، چنین نیست که در سیاست‌های غیر اسلامی چیز خوب پیدا نشه. خیلی چیزای خوب پیدا میشه و خوب میدانیم، از او استفاده هم میکنیم و بد او چی میدانیم؟ بد میدانیم. فالعلاقه مباشره، رابطه بین رعیت و دولت علاقه مباشر مستقیم است بدون واسطه، و به خلاف قانون اقطاعی و اینها که چنین نبوده. ولا یسمح بأي علاقه منافسه، و دیگه هیچ علاقه که منافس ای باشد با ای بیای مسابقه بده وجود نداشت. وقد عمل هذا النموذج على محاصره الكنيسه. این نمونه و این شکل دیگه کلیسا را محاصره کرد به دایره بسیار تنگی. صلاحیات کلیسا را به حساب منحصر کرد، اجازه نمیداد در امورشون دخالت کنه و فقط اونا در دایره عبادت. کلیسا عبادت خود بکن دیگه، با ما کارم نداریم. البته امروزه سیکولارها و اینا بعضی میگن که بله ما مثل اون پروتستانتا که اونجا چیکار کردن، اصلاحگری کردن، ما در اسلام میخوایم اصلاحگری کنیم. برادر در اسلام اون چیزی که تو میگی وجود نداشته که تو بیا اصلاحگری کنی. تو اصلا قیاس باطل و قیاس غلط میکنی. کجا در اسلام همچین چیزی وجود داره که تو حق نداری در اسلام مطالعه کنی و نظر بدی؟ ها، نظر بیجا، نظر بیدلیلی نباید بدی. نظری که بر اساس داره یک نفر فریبازی میکنه، من زیاد سیکولارها میبینی دروغ میگه به مردم، فریب میده مردم، آیات قرآن رو غلط میخوانه برای مردم و فریب بازی و به خلاف آیات قرآن حرف میزنه
و بعدم میگه من اصلاحگری میکنم. این خیانت است، این کار تو غلط است. تو بیا واقعا قرآن رو بخوان و با انصاف موضوع توضیح بده، دروغ هم نگو، خیانت هم نکن. خیلی هم خوبه بیا حرف بزن. اما مشکلی است که تو خیانت میکنی، تو به مردم میخوای فریب بدی، میگی در قرآن اصلا چیزی به نام حجاب نیامده. برادران متوجه باشید، آیات سری هم که در قرآن آمده او انگار نه انگار ندیدی، چشمای تو نمیبینه. و معداها فیل الدوله. به هر صورت عبادت فقط در کلیسا، دیگه همه قدرت از دولت و کلیسا خلاص شد. همون مسئله سکولاریسم، جدایی دین از سیاست. وقد انتهى به تحلیل دوله، و این به جایی رسید که اصلا با دولت دیگه بالاخره خدایی درست شد. باز حالا اسم خدا رو بالا استفاده نمی‌کردن، اما همه چیز از دولت بود به اسم حقوق فرد. اسم حقوق فرد و جامعه است، اما پارلمان خدایی درست شده به نوعی. و المحافظه علیها، و همون باید حفظ بشه به اسم حقوق فرد و حفاظت حقوق فرد، اما قدرت به دست دیگه افرادی و دیگه کاری که باز بحث بعدی است ان شاء الله خواهیم خواند. خب به هر صورت اینا نمونه‌هایی از سیاست‌های مقارن با چی بباشین قبل از اسلام بود در خارج شبه جزیره عرب. بعدا می‌خوایم یک مقارنه‌ای بکنه، ان شاء الله مقارنه می‌گذاریم در جلسه بعدی. تا حدودی ما با شما مقارنه کردیم که به اصطلاح نظام سیاسی قبل از اسلام با نظام سیاسی سیاست اسلامی چه ارتباطی داشته، چه علاقه‌ای داشته، خوب و بد او، تمام موضوعات او ان شاء الله باز در جلسه آینده این مقارنه بیشتر توضیح خواهیم داد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.